حتما این جمله ها رو شنیدین. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. یا من حاضرم، من آماده‌ام. من آماده‌ام. ولی چرا بعضی دیالوگ ها از توی فیلم و انیمیشن میزنن بیرون و تبدیل میشن به ترند جهانی؟ امروز قراره این راز رو برملا کنیم. چند عامل باعث میشن یه دیالوگ معروف بشه: شخصیت، موقعیت، احساسات و البته میم شدن تو اینترنته. عامل اول شخصیت نمادین. اگه یه شخصیت قوی مثل دارث ویدر، جوکر یا شرک یه جمله بگه، احتمال اینکه معروف بشه خیلی بالاست. عامل دوم موقعیت دراماتیک یا خنده‌دار. دیالوگی که توی یه صحنه احساسی یا خفن گفته بشه توی ذهن‌ها حک میشه. مثل با قدرت بیشتر مسئولیت بیشتر میاد. با قدرت زیاد مسئولیت بالا هم میاد. سادگی و ریتم خوب. جمله‌ای که ساده، کوتاه و قابل تقلید باشن راحت‌تر بین مردم پخش میشن. عامل چهارمش میم شدن و وایرال شدن توی اینترنته. بعضی دیالوگ ها توی اینترنت دست به دست میشن و یهویی ترند میشن دیگه. مثل همین چیزایی که خودمون هر روزه باهاش سر و کار داریم. شما چه دیالوگ هایی رو یادتون مونده که همه جا گفته میشن؟ توی کامنت ها بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.